الله متعال ما و شما را در قرآن و حدیث تشویق کردگی است، ترغیب کردگی است که سر ذلت در برابر متجاوزین پایین نکنیم. مسلمان نباید ذلیلانه زندگی کند. مسلمان نباید غلام و بردگی یک ظالم و کافر بکند. مرگتان الله میگه تعیین شدگی است. شما از مرگ نترسین، بلکه در جهاد و قتال همیشه ادامه بتین. قتال در راه خدا این یگانه حربه است که دشمنان اسلام را در این دیار خل و قم می نماید و نقشه های شومشان را نقش برآب می کند. دشمنان با توسل به هر وسیله می خواهند ذهنیت جهادی را در اذهان ملت مسلمان ما مغشوش سازند، اما نمی شود که حق را پوشانید و آن را در بستره زمان خفه نمود. جهاد مسلحانه دایره‌اش روزانه پهن‌تر می‌گردد و فرزندان سلحشور اسلام جبهات قتال و رویارویی مسلحانه را داغ‌تر می‌نمایند، زیرا آنها با الهام از قرآن و سنت قتال را ضرورت حتمی و عینی می‌دانند. جهاد اصلا آمده که مؤمن را از منافق ممتاز لیمیز الخبیث من الطیب. کدوم یار کافر می شود او خبیث، کدوم با کافر نبرد می کنه او طیبه. کافر دشمن خدا است، با دشمن خدا دست برادری دادن صحیح نیست. از همین خاطر در ثقافت ما شکست فرار از دشمن گناه کبیر است. ما قوم غیور هستیم، ما قوم مهاجم هستیم، ما قوم هستیم که از دشمن در دل هراسی نداریم. از همین خاطر فرار از دشمن در ما تنها به غیرتی نیست، بلکه گناه کبیره و اکبر کبایره. این به غیرتایی که امروز با جهاد مخالفت میکنن، از اونا ما سوال میکنم که یک کس به جهاد میره، اسلحه رو میبرداره، به میدان جهاد استاد میشه، در صف جهاد ضعف نفسی برش پیدا میشه و فرار میکنه، او به گناه کبیره مرتکب شود. تو که اراده جهادم نداری، شوق جهادم نداری، آمادگی جهادم نداری، پایتان به گرد جهاد آلوده نمیشه، خدا با تو چی معامله خواهد کرد؟ میگه پیامبر صلی الله علیه وسلم بر مجاهدین گفت که رباط یوم فی سبیل الله، سنگرداری یک روز یا دنیا و آنچه که با بالای دنیاست بهتر است. اشغال دیار اسلامی نجاست است که با جز جنگ و قتال نمیتوان آن را زدود. برادران، فقهای اسلام بر این اتفاق دارند که اگر کشور از دیار اسلام به اشغال کافران در می آید، جهاد بر سرنشینان آن فرض عین می گردد و اگر آنها یعنی سرنشینان آن کشور از جنگ با آنها عاجز بودند، دایره فرضیت پهن‌تر می گردد تا اینکه همه امت اسلامی را شامل می گردد. برادران، فقها بر این نیز اتفاق دارند که این قتال را جنگ و جهاد دفع می نامند و آن را از واجبترین وجایب بعد از ایمان به خدا و رسولش صلی الله علیه و سلم و روز آخرت می دانند. آره این است فیصله اسلام در افغانستان و سایر کشورهای اشغال شده اسلامی. قتال تا برداشتن بساط اشغال و اقامه نظام اسلامی و این یک وجیبه عینی است که نمیتوان از آن فرار کرد. و روحتو، یک شب را یا شامی را که تیر میکند یک مجاهد به خاطر دین الله، او الغدوة یا یک صبح تیر میکند، خیر من الدنیا و ما علیها، یک صبح از کل دنیا کده بهتر است. یعنی اقدر نعمت الله در بدلش میته، اقدر اجر میته، اقدر ثوابها را میته. مثال و صفت کسی که جهاد میکند فی سبیل الله به خاطر حاکمیت دین الله، یعنی نیتش دیگه شهرت و دنیا و قدرت شخصی نیست. والله اعلم بمن یجاهد فی سبیلی. بعد از پیامبر گفت الله خوب میفهمه، یعنی ما نمیفهمیم کی به خاطر دین الله جهاد میکنه، یعنی کی نیتش است که نظام الله در دنیا حاکم شود، تمام انسان ها از ظلم نجات پیدا کنند، نه که مسلمان ها. همه انسانیت الله مجاهد فی سبیل الله را میشناسه، یعنی نیت و قلب ارادش الله میفهمه، ما نمیفهمیم. خب به شرطی که میطور باشه، دیگه نیت نداشته باشه پول و پیسه و شهرت و این که مردم ما را صفت کنه، مردم ما را قهرمان بگویه، این گپا
هدفش نباشد. کمثل صائمی، میگه صفت ازی که در سنگر است مثل یک کسی است که دائم روزه دار است، یعنی هر روز روزه میگیره. ما و شما توانایی نداریم که هر روز روزه باشیم. القائم و مثل کسی است که کل شب عبادت میکند، یعنی شب و روز در عبادت و در روزه است. اینقدر درجه داره. حال ما و شما الحمدلله در رمضان هستیم، میبینیم که روزه چقدر بعضی وقت سخت هم تمام میشه که انسان سرش بسیار فشار میاد و شب عبادت کردن. بسیار کسات که قیام اللیل نمیکنه، سر شب خواب میشه و با صبح میخیزه، حتی سحری هم نمیکنه، حدیثی که در خواب مصروف میباشه. کل شب عبادت کردن، کل روزها روزه گرفتن، دائم روزه دار باشی، این قدر درجه داره، این قدر ثواب داره. و تکفل الله للمجاهد فی سبیله، الله میگه ذمه‌واری گرفته، کفالت کردگی است کسی که جهاد میکنه در راه الله، ان توفاه ان یدخله الجنه، اگر الله ایرا مرگش بیاره، الله ایرا خودش کفالت کردگی است، ذمه‌واری گرفتگی است، یعنی تعهد کردگی است الله که ایرا در جنت داخل میکنه اگر که به مرگ خود بمره. ما در پهلوی از که دشمن خود ضربه داده میتونیم، ما صاحب رسالت و دعوت هستیم، دعوت آزادی بخش و زندگی بخش به دنیا. از می خاطر پروردگار شهیدم مرده نمیگه و از می خاطر پروردگار جهاد به زندگی خطاب کرده. جهاد پروردگار دعوت زندگی بخش به انسانیت میداره. جهاد من به مردم زندگی میبخشه، شهادت من به مردم زندگی میبخشه. شهید خود مثل من حیث شمع میسوزانه، مگر محفل تاریکی دیگه مردم روشن میسازه. جهاد ما هم در ظاهرش قتل است، سوزاندن است، ویران کردن است، مگر این جهاد خانه متجاوزین ویران میکنه، این جهاد معتدین تباه میکنه، این جهاد ظلم از بین میبرداره، این جهاد شرک از بین میبرداره. به انسانیت، همه انسانیت، جهاد ما به انسانیت حیات میبخشه. مجاهد تو باش و مبارز تو باش، به دین محمد مراقب تو باش. تو هستی نگهبان دین رسول، بکن این جهاد و جهادت قبول. کشیدن به زنجیر و حلق احتیال، همه پارسایان و حق باوران. کجایی عمر تا ببینی چه رنگ، به قدس و به مصر و وطن شد ز دست، به قدس و به مصر و وطن شد ز دست. شدید العقاب باش با کافران، ولی با مسلمان چنان مهربان. هر آن کس که شد در رهش غرق خون، شده یا و نزد خدا یرزقون. هر آن کس که شد در ره هر شهید، بشد زنده و حوض کوثر بدید. به پیغام ربت تو لبیک گو، به جنگ ای برادر به جنگ با عدو. به جنگ ای برادر به جنگ با عدو. به جنگ ای برادر به جنگ با عدو. به جنگ ای برادر به جنگ با عدو.